خانه‌زادم قربان. این 6 سال حکومت کاشان خوب به شما ساخته. الحق که هم شکمتان و هم زبانتان پروار شده. رحم کنید. سگم به بارگاه شاه عباس. حاکم کاشان خلع می شود، اموالش ضبط می شود، خودش به قلعه علموت منتقل می شود کت بسته. تا 1 سال هم میانجیگری و شفاعت نمی پذیرد. فدای اعراض شوم. اگر 1 کلمه دیگر حرف زد از بالای قلعه علموت پایین انداخته شود، زبان بریده. حکومت خوب است، اما ادب هم لازم است. حالا بی ادب بودی باش، لااقل درست داوری کن که داوری نادرست تو به حساب شاه عباس می‌نویسند، نه خود بی وجودت. ببریدش. خانه‌زادم قربان. این 6 سال حکومت کاشان خوب به شما ساخته. الحق که هم شکمتان و هم زبانتان پروار شده. رحم کنید. سگم به بارگاه شاه عباس. حاکم کاشان خلع می شود، اموالش ضبط می شود، خودش به قلعه علموت منتقل می شود کت بسته. تا 1 سال هم میانجیگری و شفاعت نمی پذیرد. فدای اعراض شوم. اگر 1 کلمه دیگر حرف زد از بالای قلعه علموت پایین انداخته شود، زبان بریده. حکومت خوب است، اما ادب هم لازم است. حالا بی ادب بودی باش، لااقل درست داوری کن که داوری نادرست تو به حساب شاه عباس می‌نویسند، نه خود بی وجودت. ببریدش.